أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که هرگاه ماه رمضان فرا می رسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمود: به درستی که ماه شریف رمضان بر شما آمد و آن ماه مبارک است، روزه داشتن این ماه را خداوند بر شما فرض گردانیده است. در این ماه درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته شده، شیطانها با زنجیر بسته می شوند. در این ماه شبی است که از 1000 شب بهتر است. شخصی که از خیر آن محروم می شود به تحقیق محروم شده است. دانشمندان و علما باید از آمدن ماه شریف رمضان مردم را یادرس کرده و به تشویق و ترغیب به عمل خیر مردم را دعوت کنند. در ماه رمضان شیطانها بسته می شوند و مردم از وسوسه آنها ایمن می مانند تا فرصت خوب برای عبادت پیدا شود و این یک رحمت خداوند برای بندگان است. کسی که از خیر نیکی های رمضان بخصوص شب قدر محروم شود، پس خیر زیادی را از دست داده و زیان دیده است. جبر به خود کرده است. در این ماه رحمت به درگاه الله باز نگشته و در گناهان خود غرق شده است و خود را از رحمت این ماه محروم ساخته است. پس برادر ایمانیم، اگر تو از جمله چنین شخصان باشی، پس بدان که حاضر هم فرصت هست. بازگرد به سوی الله که الله توبه پذیر است و بخشیدن را دوست می دارد. ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان.